سلام، من دکتر زرگران هستم. حدوداً 12 یا 13 سال سابقه تزریق زیبایی رو دارم و تقریباً 8 ساله که تو ایران هستم. از سال 97 با شرکت جالپرو همکاری داشتم و نتایج خیلی خوبی توی بحث زیبایی و جوانسازی پوست با محصولات متنوع جالپرو داشتیم. امروز قرار راجع به جالپرو سوپر هایدرو و تکنیک ادوانس تزریقش با شما صحبت بکنیم و یک ویدیو هم آماده کردیم که با هم دیگه خواهیم دید. مرسی. خب فکر می‌کنم تا الان قسمت تئوری ورکشاپ رو گذروندین، نکات مهم به شما گفته شده، ریویو شده قسمت فیزیولوژی و قسمت سوپر هایدرو بیسیک. الان می‌خوایم راجع به سوپر هایدرو ادوانس و تکنیک ادوانسش صحبت بکنیم. تفاوتی که وجود داره این هستش که تو سوپر هایدرو ادوانس ما تزریق در ناحیه سوپریور تمپورال سپتوم داریم که این سوپریور تمپورال سپتوم تقریبا اینجاست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر با انگشت اشاره روی استخوان جمجمه به سمت تمپورال از فرونتال به سمت تمپورال بیان، یک کرست و یک شکستگی رو استخوان جمجمه حس می‌کنید. دقیقاً سپتوم اونجا قرار داره. ترجیح اون هستش که بلافاصله بالای ابرو تزریق بشه. اگر یه مویرگ یا یک در واقع شریانی رو اونجا دیدین 4-5 میلیمتر برین بالاتر، ماکسیمم 1 سانتی متر بالای ابرو تزریق بکنید. خیلی به سمت هیرلاین نرین چون ممکنه به شما ورم بده. میزان تزریق چقدره؟ 1/10. بیشتر از 1/10 تو این ناحیه تزریق نکنید چون به شما ممکنه تورم و التهاب بده، چون آب زیادی جذب میکنه و چون این تو این ناحیه ما معمولا فتپت نداریم و روی بون تزریق میشه و بلافاصله روش اسکین میاد، ممکن تورم داشته باشیم. پس 1/10 بیشتر نشه. نواحی تزریق بعدیمون چی هست؟ نواحی اون لترال کنتوسه که در واقع لیگامان اوآرل، تو ناحیه CK2 یا ناحیه ZRL یا زایگوماتیک لیگامان، اینجا در مقابل جلویی ترایگوس تزریق میشه، اینجا بهش میگن پاروتید و ماکسیلاری پاروتید و آریکولار سپتوم هست. اینجا هم در واقع روی ناحیه JW1 روی زاویه فک دقیقاً تزریق میشه که اینجا پلاتیسما لیگامان هست. این قسمت جلوی در واقع ماریونت هست که مندیبولار لیگامان تزریق میشه و یه دونه هم روی خود چونه که منتال لیگامان هست تزریق میشه. این نواحی هر کدومشون 2/10 تزریق میشن. حالا اگر شما میتونین خیلی کم و زیادش بکنین، اینجوری قانون نیست. تو نواحی که باید الزاما 2/10 تزریق بشه این سه تاست، یعنی در واقع ORL، ناحیه جلوی ترایگوس و ناحیه زایگوماتیک، اینا باید 2/10 تزریق بشه، ولی میتونین لور فیس رو کم و زیاد بکنین یا حتی بیاین روی نواحی دیگه ای که اکسترا اضافه شده که اونها یکیش این هستش که شما میتونین نیزولبیال لیگامان رو تزریق بکنین که در واقع اسمش بوکو ماکسیلاری لیگامانه، یا بیاین کنار اورال کامیشر تزریق بکنین. اینا رو بر اساس نیاز کیستون تغییر بدین. اینجوری نیست که همه این نواحی تزریق بشه، نه، همه این نواحی نباید تزریق بشه. بر اساس نیاز کیس دوز تزریقتون رو کم و زیاد کنین. مثلا اگه کیستون افتادگی خیلی زیادی روی فکش نداره و نیزولبیالش خیلی شدیده، این ناحیه رو مثلا تبدیلش رو مثلا تزریقش رو بکنین 1/10، اون 1/10 بیارین تو ناحیه نیزولبیال و ناحیه اورال کامیشر تزریق بکنین. این بستگی به خودتون داره، ولی نواحی که تو ادوانس کلا تزریق میشه اینا بود که به شما گفتم. این سپتوم در واقع تمپورال، ORL، ZRL، تریگوس، زاویه فک، مندیبولار و نیزولبیال و بوکال هستش. یه دونه دیگه تزریق هم داریم که ناحیه ORL در واقع میدیال کنتوس هست که قسمت داخلی چشم تزریق میشه، خیلی سوپرفیشال و 3/100 در واقع ML باید تزریق بشه. نباید دیپ برین رو بون، باید سوپرفیشال باشین و فقط هم همین یک نقطه، نباید بقیه ناحیه تیاتراف تزریق بشه. فقط 5 میلیمتر فاصله میگیرن از میدیال کنتوس و تزریق رو انجام میدین. اینا نواحی که باید میتونین تزریق بکنین، بایدی وجود نداره. بر اساس نیاز کیستون و سشن یا بر اساس جلسه تغییرش بدین. حالا یه جلسه زاویه و لور فیس رو خوب پر بزنین، جلسه بعدی یه مقداری تمرکز رو بذارین روی نیزولبیا فولد و ماریونت لاین. اینا بستگی به خودتون داره. حالا بریم روی کیس، من مارکا رو انجام بدم و بعد تزریق رو انجام میدیم. خب ما مارکا رو روی صورت کیس ما میخوایم انجام بدیم. اولش سوپریور تمپورال سپتوم هست، همونجوری که بهتون گفتم از فرونتال به سمت تمپورال میام. دقیقاً اینجا احساس میکنم که یک کرست ایجاد شده و خیلی راحت اگه بخوایم پیدا بکنین، توی خانم‌ها معمولاً جایی که ابرو شکسته میشه و به سمت پایین میاد اونجا سپتومه و شما میتونید خیلی راحت اونجا رو پیدا کنید. ما مارکمون رو معمولاً بلافاصله بالای ابرو میذاریم. ما تزریقمون رو اینجا انجام میدیم. حالا اگه اینجا احساس کردین که خوب نیست یا یه مویرگ دیدین، یه چند میلیمتر بیاین بالاتر، ولی خیلی سمت هیرلاین نرید. تزریق بعدیمون در واقع ORL هست که من تقریبا 1 سانتی متر لترال از لترال کنتوس میگیرم که میشه اینجا. این تزریق بعدی من هستش. تزریق بعدی چی بود؟ تزریق بعدی پاروتید و اوریکولار سپتوم بود که اینجاست. من اگه تریگوس رو پیدا بکنم
تقریبا اینجا میشه. تزریق بعدی ZRL بود. ZRL تقریبا اگه بخوام به شما خیلی راحت بر اساس MD کدها بگم میشه CK2 یا ایپکس یا رأس گونه. این تزریق بعدی ما بود. تزریق بعدی ما در واقع پلاتیسمال لیگامان هست که این ناحیه است، روی ناحیه JW1 و دقیقاً روی خود زاویه فک است. تزریق بعدی اگه در نظر بگیرین خط مارینت که می‌خوایم به این پایین میرسیم به فک، ما این تزریق رو انجام میدیم. مندیبولار لیگامان و تزریق آخر منتال لیگامان که در واقع اگه بخوام نقطه دقیق شما توضیح بدم میشه ناحیه C2. MD کدها ناحیه C2. چند تا اکسترا داریم که اینها رو میتونید بزنید، میتونید نزنید، اجبار نیست ولی بر اساس نیاز کیستون تغییر میکنه. یکیش خود ORL نزدیک تیر تراف هست اینجا دقیقاً، یعنی شما اگر بخواید تزریق رو انجام بدین باید همینجا باشین، خیلی نباید تو اوربیتال ریم حرکت کنین. میدیال کنتوس 5 میلیمتر بیاین پایین، سوپرفیشال تزریق بکنین. تزریق بعدی نه تزریق نزولبیال لیگامان هست. نزولبیال فولدتون رو تزریق نکنین، چون سوال میکردن که نزولبیال فولد رو باید بزنیم. نه، پشت نزولبیال فولد رو بزنید که در واقع بوکو ماکسیلاری لیگامان میشه، قسمت ماکسیلاریش سوپریورشه. رو خود فولد و روی گودیش نزنین، پشت نزولبیال فولد بزنین که لیگامان اونجا قرار گرفته. اینجا نزولبیال لیگامان هست. تزریق آخری که میتونیم استفاده بکنیم از اورال کامیچر 5 تا 7 میلیمتر میان کنار و اینجا رو تزریق میکنیم. این دوتا در واقع لیگامان نیستن، اینا لیگامان میشه بهشون گفت، اینا بهش میگن بوکو ماکسیلاری لیگامان یا بوکو ماکسیلاری سپتوم که این قسمت اینفریورشه، این قسمت سوپریورشه. این نواحی ادوانسن، الزاما در هر تزریقی از همه اینها استفاده نمیکنیم، بر اساس نیاز کیستون تزریقتون رو انجام میدین. نکته خیلی مهم این هستش که این تزریق نباید بیشتر از 1/10 باشه، این تزریق نباید بیشتر از 0.3 باشه، این تزریق و این تزریق هم نباید بیشتر از 1/10 باشن، ولی بقیه رو میتونین 2/10 انجام بدین. حالا بریم برای تزریقشون. یه تعداد خیلی کمی سوپر هایدرو ممکنه تو بازار باشن که فیکن یا قاچاق اومدن. توصیه نمی‌کنم این کارو بکنید، چون با سلامت مراجعه کننده خودتون و با اعتبار خودتون بازی می‌کنید. خب پک معمولا خیلی راحت میشه باز کرد و یک سرنگ 2.5 میل تو پک هست، نیدلی وجود نداره. قبلا کمپانی میگفت با نیدل گیج سی 13 میل تزریق بکنین، الان میتونین با 27 13 میل هم تزریق بکنین. تزریقش با 27 راحت تره و سریعتر انجام میشه و مراجعه کننده به خاطر اینکه فیلر غلظت خیلی بالایی داره ممکنه احساس سوزش بکنه، اون طبیعیه. وقتی با 27 میزنین درد و سوزش کمتر و کوتاه‌تر خواهد بود. خب میخوایم تزریق رو انجام بدیم. اولین تزریق که انجام میدیم همون سوپریور تمپورال سپتوم هست. بر اساس چیزی که به شما گفتم رو همون مارک قبلیمون من الکل زدم و رو همون مارک قبلی نگاه کنین. خیلی نیدل رو دیپ نمیبرم، یه مقداری سطحی همینقدر 1/10 اینجکت میکنم، 1 مایکرو پاپول ایجاد میشه. خیلی طبیعیه، اتفاق خاصی هم نمیفته و معمولا بعد از 3-4 ساعت این برجستگی از بین میره. خودتون فشارش ندین لطفا، بذارین خودش جذب بشه، نیازی نیست که نگران باشین. بیشتر از این هم تزریق نکنین. 1/10. برای ORL شما 2 تا راه وجود داره، یا مستقیم برین که توصیه نمی‌کنم چون دردناکه، ممکنه بخورین به یک آرتری، یا اینکه اوری با زاویه 45 درجه طول نیدل رو در نظر بگیرین، به جایی که می‌خواین برسین از عقب‌تر وارد بشین. اینجوری خیلی راحت‌ترین. من خودم اینجوری تزریق می‌کنم، خیلی راحت‌ترم. با زاویه 45 درجه میرم داخل، میرسم به بون، 2/10 تزریق می‌کنم، خیلی آهسته نیدلمو میارم بیرون. اوکی. بعدی کجاست؟ بعدی در واقع این جلوی تریگوس هستش که پاروتید و اوریکولار سپتوم اینجا قرار داره. باز با زاویه 45 درجه میرم داخل، دیپ میرم، 2/10 تزریق میکنم، آهسته میام بیرون. بعدیمون ناحیه زایگوماتیک هست. بهتون گفتم ناحیه CK2 اگه بخواین خیلی راحت بخوایم پیداش بکنیم این هستش که شما از لترال کنتوسی خط بکشین بیاین پایین، از در واقع ناحیه ایلار هم یه خط بکشین، محل تلاقیشون میشه ناحیه CK2 یا ناحیه لیگامان زایگوماتیک که شما اینو خیلی راحت میتونین پرپندیکولار یا عمود برین داخل و 2/10 رو تزریق بکنید. میرسم به بون، سوپراپریوستال تزریق میکنم، دیپ تزریق میکنم، 2/10. آهسته میام بیرون که خون ریزیم کمتر بشه. میام ناحیه پلاتیسمال لیگامان، دقیقاً رو ناحیه JW1 هست. یه ذره سرتو بچرخون.
مارک قبلیم هنوز هست. روی مارک قبلیم دیپ میرسم به بون. اینجا الان رو بون هستم. 0.2 تزریق میکنم. خب یه تکنیکی که میتونید ازش استفاده بکنیم به جای اینکه مدام به در واقع پلانژ سرنگتون رو نگاه کنین و عددهای روی سرنگتون رو نگاه کنین، برای اینکه خیلی راحت‌تر و روان‌تر این کار انجام بدین، شما عددها رو بگین به در واقع 0.2 میرسین. اینجوری بگین 1 2 3. این 1 2 3 میشه 0.2. خیلی فشارتون نباید زیاد بشه. اگه فشار ملایمی انجام بدین 1 2 3 0.2 شده و دیگه نیاز مدام چشمتون به سرنگتون باشه. لیگامان بعدیمون لیگامان ماندیبولار هست. این ناحیه میتونم پرپندیکولار بدم، میتونم با زاویه 45 درجه برم. من ترجیحم 45 درجه است تا برسم به استخوان. 0.2 تزریق میکنم و به آرومی میام بیرون. اینجا جزء نواحی هست که ممکنه یه مقداری مثل ناحیه تمپورال سپتوم بالج بشه. جای نگرانی نیست، نمیخواد فشارش بدین، کارش نداشته باشین، خودش جذب میشه. و در نهایت لیگامان منتال که تو ناحیه C2 تزریق میشه. پرپندیکولار میریم جلو، میریم مستقیم داخل و 0.2 یا 0.2 تزریق میکنیم و با آرومی نیدلمون رو میاریم بیرون. من از انگشت اشارم استفاده کردم برای اینکه به عنوان یک بریر باشه و یک در واقع سد باشه که موادم لیز نخوره بره پایین. انگشت کوچیکمو در واقع یک ایستگاه کردم روی این که به راحتی استیبل تزریقمو انجام بدم. خیلی ها سوال میکنن که آیا نیاز هست در حین تزریق آسپری بکنیم یا نه. نواحی که داره تزریق میشه تقریبا نواحی سیف زونی هستن و نیازی به آسپریشن نیست. دوست دارین آسپری بکنین ولی الزامی برای این کار وجود نداره. حتی بعضیا سوال میکنن آقا اگر احیانا اشتباها ما محصولات جوانساز رو مزوژل ها رو اشتباها اینترا در واقع واسکولار تزریق بکنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته، چون اینها در واقع کراس لینک نیستن. هیچ اتفاق واسکولار اوکلوژنی شما نخواهید داشت. یه التهاب اولیه خواهید داشت، چون خود هیالورونیک اسید وقتی وارد شریان میشه یک وازو اسپاس میده، ولی بلافاصله داستان برطرف خواهد شد و نگرانی نداره. اون سه نقطه‌ای که به شما گفتم میتونید تزریق بکنید و من اسمشو میذارم ادوانس پلاس، تیر تراف بود، نیزولیبیال بود و مارینت بود. من اینجا تزریقش رو فقط انجام میدم صرف ورکشاپ که شما ببینید حل تزریق کجاست و چه مقدار باید تزریق بشه، ولی برای هر کیسی لازم نیست انجام بشه. یه ذره بچرخ به ما بالا رو نگاه کن، ببینید خیلی سطحی میرم داخل، نزدیک به 300 تزریق میکنم میام بیرون. نیزولیبیال پشت نیزولیبیال رو میزنم، اورال میشرم در واقع همون بوکو ماگزیلار لیگامان رو تزریق میکنم. مرسی. خب تزریق ما تموم شد و تمام نقاطی که میشد تزریق بکنیم رو من به شما نشون دادم. بازم تکرار میکنم لزومی نداره این نقاط رو برای همه افراد بزنیم، بر اساس نیاز پوستشون و نیاز صورتشون این کار رو انجام بدیم. تزریق سوپر هایدرو ممکنه تو خیلی از افراد باعث التهاب اولیه و قرمزی و گاهی اوقات یک تورم خیلی کوتاهی بشه. این طبیعیه، مشکلی نداره. حتی بعضی از افراد گزارش دادن که ممکن تا چند روز به خصوص توی ناحیه‌ای که در واقع سوپر پریوستال مثل زاویه فک، مثل در واقع ناحیه گونه تزریق میشه، یک درد خیلی خفیف و ملایمی رو داشته باشن. اون درد هم باز طبیعی هستش. باز تاکید میکنم تو ناحیه تمپورال بیشتر از 1 دهم نزنین. اگر احساس کردین پوست مراجعه کنندتون حساسه میتونید از کمپرس سرد در حد نیم ساعت تا 45 دقیقه استفاده بکنید. سوپر هایدرو وقتی تزریق میکنید به همه مراجعه کننده هاتون بگین
تا 20 روز هیچ تأثیری نخواهند دید، به خاطر اینکه یک تاثیر لیفت اولیه به خاطر تزریق ایجاد میشه که معمولا 3 روز بعد اون تاثیر از بین میره و مراجعه کننده اگر مطلع نباشه فکر میکنه سوپر هایدروش اثرش از بین رفته. نه، سوپر هایدرو به خاطر اینکه روی لیگامان ها اثر میکنه، روی تنوبلاست ها اثر میکنه، 20 روز بعد از تزریق اولیه اثراتش رو نشون میده. مهمترین و بیشترین اثری که میبینیم و اثر اولیه هست لیفت تو ناحیه پلک و ابروها و گوشه چشم هست که اونها رو به سمت بالا خواهد برد. هر سوالی داشته باشین تو ناحیه Q&A با هم دیگه یا با همکارای من مطرح خواهد شد. مرسی.